یو گای چجوری بچه ها، من سامان تامکت هستم و این ویدیو یه خبر خیلی خیلی مهم دارم. حالا درسته که تعداد دنبال کننده هم کمی و سابام هم خیلی خیلی کمی. بچه ها من یه اکانت کالاف دارم، 2 لژند داره، نایت و CRS مکس، 78 اپیک داره و 158 تا ساده. بچه ها من این اکانت هم میخوام بین شما قرعه کشی بکنم. کلا یه دونه اکانت بیشتر نیست، نه فیکه نه کرکه، اصل روی گوگل هم ثبت شده، جیمیل. خب اصلا فیک نیست. من میخوام این اکانت بین شما قرعه کشی بکنم. حالا قرعه کشیش چجوریه؟ بچه شما با کانال یوتیوب منو ساب داشته باشین، به تعدادی که ساب کردم من بین اون تعداد قرعه کشی میکنم. اسم یوتیوب من سامان انجی 2025. حالا یا اینو ساب کنید یا سامان تامکت. آپارات من دنبال کنید و داخل یوتیوب یا آپارات کامنت بذارید. داخل دایرکت من داخل دایرکت من شماره تلفن و اسمتون رو بزنید، اسم خالی. بعد من شماره میذارم. اگر انتخاب شدیم قرعه کشی 1 هفته بعد از اینکه یک هفته وقت میگه کانالای من رو ساب و دنبال بکنید. 1 هفته بعد از 1 هفته تمام دیگه قرعه کشی انجام میگیره و به اون کسی که برنده شده اون یه دونه اکانتی که دارم اون میده. حالا این چرا اکانت تو داری میگی؟ چون که من میخوام یه اکانت تازه بسازم و برای همین، چون دیگه از این اکانت قرار نیست استفاده بکنم و من توی یه اکانت دیگه از اینم گفتم بینم بدم به یکی از شما دیگه. فخواهشم کامنت، لایک، ساب یادتون نره. تا ویدیوی دیگه خدا حافظ. این اکانتم به اون کسی که دلش میخواد